خب سلام بچه‌ها، خوش اومدیم به یک گیم پلی دیگه. امیدوارم که حالتون خوب باشه. تو این قسمت میخوام بهتون یاد بدم که چجوری اسب عرب مشکی رو به دست بیاریم. اول از همه لازمش اینه که اگه شبه که داریم شب بازی میکنیم که هیچی، ولی اگه روزه باید یک کمپ بزنیم، چون ساعت 12 شب به بعد ما با بازی کار داریم. یک کمپ میزنیم ساعت 12 که بیدار شدین، 12 شب به بعد دیگه، حالا تا 5 صبح فرصت داریم. بعد میرین داخل شهر سندنیز، این شهری که مدرنه، خیلی هم شیک بود، باحاله. میرین اونجا، حالا چند لحظه صبر کنیم تا تصویرم لود بشه و بهتون بگم. پس و سوار میشیم، مینوازی تا اونجا. عجب بارونی داره میزنه، خودمونی ما. مکانش هم اینجاست، الان بهتون میگم. الان زومش کنم، دقیقا بین حرف آی و ان یه خیابون هست. توی این خیابون، حالا شاید هم اونجا نباشه ولی اکثرا اونجا من پیداش کردم، اکثرا اونجا میتونیم پیداش کنیم. ولی از ساعت 12 شب به بعد تو سندنیز بچرخین، یه زن و مرد، یه زن و شوهر رو میبینین، یه زوج میبینین که یه نفر میخواد ازشون دزدی کنه. باید شما میتونین اون مرد رو بکشین، هم میتونین بکشینش، هم میتونین که ولش کنین. ولی خب اگه بکشینش از شرافتون به شرافتتون زیاد میشه چی بود؟ پشما به شرافتتون اضاف میشه. بعد یه اسب عرب مشکی چند قدم جلوتر از اون زن و مرده هست، میتونین سوار بشین و برش داریم بیاریم. بعدیم تو استبل و سیوش کنیم برای خود بریم تا بتونیم. مثلا همین الان که دارم بازی میکنم تو این خیابون هست، خب فکر کنم نه یکم جلوتره، الان بهتون بگم. فکر نکنم الان اونجا باشه جای همیشگی، همینجا. ولی الان اینجا نیست، همینجور که میبینید. یکم میچرخیم تو شهر، یه دایره سفید رو مپ میاد. وقتی که یه نفر ازتون کمک میخواد یه دایره سفید میاد، از اونا یه دونه میاد و میبینین که میتونین اونو بکشین. ببینیم کجاست. پیدا شد دیگه، لعنتی. دیدمش. بریم. الان داره یکیشونو تفنگ کشیده میخواد بکشه. تفنگو برمی‌داری یا بابش و مادرشو سلوات بهشون. این اصل هست، سریع میپری سوارش میشی یا فلنگو میبندی. اسب خودت هم یه سوت میزنی که یه اسب ندیه، اسب بگیری دوتاشو با هم میاری دیگه. این هم برمی‌داری میری و اسبت هم پشت سرت میاد دیگه. حالا ولی احتمال الان من کلانتران ندیدنم. هر کسی ببینه به کلانتر خبر میده و پلیس میذاره دنبالتون. و تو سندنیز هم خیلی مشکله که بخواید دست پلیس فرار کنین، دست کلانتر بخواید در برین. و دعا کنین که کسی نبینتون. الان همونجور که میبینین منو کسی ندید و خیلی راحت میتونم برم تو استبل سیوش کنم. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. تا گیم پلی های بعدی و رازهای اینجوری و مکانهای باحال بازی، مواظب خودتون باشین. دوستتون دارم. سعید پابلو.